بچه جان خیزین میری خیزین بیوی الو دکتر بختیار من کمی از میانم اذیت میکشم میخواستم از نزدیکی با شما صحبت کنم خب سلام علیکم. و علیکم سلام. چه دکتر جان؟ خدا باشه. شما خوبین تنجه؟ چه شکایت دارین؟ راستی چند سال در غریبی کار کردیم. کاری باز بسیار کردیم. چند سال دیگر راستی رفتن نتونستم. روزهای اخیر بسیار عذاب میکشم. خب دادر جان، خوب کنین یک تفتیش کنین. بعد چه میبینیم؟ راستش من وضعیت توبت کردن رو ندارم. فهمو هیچ گم نه دادر جان. اول ما توبت سر کنیم بعد چه میبینیم. خب دادر جان، شما گفتین شرایط نداریم. یعنی اونجا خواندگی هستی؟ بله خواندم. دادر جان، یک پیشنهاد دارم برای شما اگر قبولش کنی. چه پیشنهاد باشه؟ یک میخوام که یک شاگرد خوب تیار کنم مثل شما. وقتی شما را دیدم به حد انسان خوب میتوی و فکرم شاگرد وفاداری. من میخوام یک شاگرد مثل خود تیار کنم برای برادرایی که در مهاجرن. من افسوس که خودم که رفتن نمیتونم. میخوام که شما را تیار کرده با مهاجر بمون کنم. شما راضین؟ بله من رضا هستم. اما چه خیلی نشده باشد؟ چه فکر نکنم. خدا خواه همش خوب میشه. نخواستی خدا. بیا و شاگرد من. بیا شاگرد یک قند تبزنه. ملادس. این فخر ما کارو خوب کارو پیش روی سازه. یک قند تبزن با وقتش اومدی. باور که خیلی مونده شده بودم یک بیمار اومده همراه میبینیم که من میبینم که فراموش نکرده باشه چیزایی که من نشون دادم. فراموش نشیده. خیلی میبینیم موزه. خب بهترین